صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح. برنامه‌ای از صدای انجیل. ای قادر مطلق و ای ازلی و ابدی، تو را حمد و ثنا می خوانیم و نام تو را می سراییم و عبادتت می کنیم. تو بزرگی و کریمی، تو عظیمی و رحیمی، تو مهربان و بخشنده‌ای. به درگاه پرمهرت می آییم تا در نور رحمت تو این زندگی را که به عنوان ودیعه به ما عطا کرده ای به دستهای مقدست بسپاریم تا در طریق تو باشیم و تو را در هر مرحله از زندگی مشاهده کنیم. قدرت تو، محبت تو، فیض تو و بخشش تو. بار الله استدعا می کنیم که هر نوع خطا و گناه، هر نوع یاغیگری نسبت به اوامر تو و هر نوع ناراستی را از ما دور کن. تشویش ها و نگرانی هایی که افکار ما را به خود مشغول کرده از ما دور کن و در عوض رحمت عنایت فرما تا در آرامش و آزادی لحظه‌ای در سکوت ندای آسمانیت را بشنویم و از کلام مقدس تو چیزهای تازه بیاموزیم. ای مهربان خدا، با ما سخن بگو و ما را تعلیم بده که اشتیاق ما به تو است. این تمنا را به نام نامی نجات دهنده بشریت و مولای زنده انسانها یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. شنوندگان عزیز و یاران با وفا، درود بر شما. امیدوارم که در پرتو عنایت پروردگار ساعت خوشی رو داشته باشید و آماده شنیدن برنامه دلخواهتون باشید. خدا را به خاطر فیض و رحمتش شکر کرده و از اینکه این فرصت را عنایت فرموده تا با شما عزیزان باشم و از گفتار مقدسش براتون بخونم، او را ستایش میکنم. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش سید رضا مسعودی این افتخار رو دارم که از انجیل شریف براتون آیات مقدس را بخونم و پیرامون آیات توضیحاتی براتون برسونم. اما اجازه میخواهم قبل از قرائت آیات شریف از همه یاران با وفایی که برای ما نامه نوشتن و ما را تشویق کردند و یا درخواست انجیل مقدس و ادبیات نمودند و یا با پیشنهادات خودشون ما را راهنمایی نمودند صمیمانه تشکر و قدردانی کنم و به همه شما عزیزان عرض کنم که نامه‌های شما برای ما بسیار عزیز هستند. ما با آنها ارج می‌نهیم و به تمام نامه‌های رسیده پاسخ کتبی نیز خواهیم داد. ما خدا را شکر می‌کنیم که شنوندگان در همه جای عالم قادر هستند که پیام حیات بخش را بشنوند و باید بگویم که در حال حاضر ما از شنوندگان فارس زبان در سرتاسر دنیا نامه دریافت کردیم و خوشحالم که جهت اطلاع شما بگویم که ما از 31 کشور فارس زبانان برای ما نامه می‌نویسند. حالا از شما دعوت می‌کنم که افکار خود را متوجه خدا کنید و به کلام و اوامر آسمانیش توجه فرمایید.
توجه خود را معطوف به فصل 20 از انجیل مقدس به قلم متی حواری نموده و از آیه 24 آیات شریف را خدمتتون میخونم. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. عیسی مسیح رو به شاگردانش میکند و به آنان تعلیم اخلاقی و عملی عطا مینماید و آن را دعوت به فرق داشتن با مردم دنیا میکند. او ما را دعوت میکند که با مردم دنیا فرق داشته باشیم و میفرماید که اگر میخواهید در حضور خدا رسوا نشوید، دقت کنید، اگر میخواهید که در حضور خدا رسوا نشوید باید با جماعت دنیا فرق داشته باشید. برخلاف ضرب المثل ما ایرانی ها که گر خواهی رسوا نشوی همرنگ جماعت شو، مسیح میگوید اگر میخواهید در حضور خدا رسوا نشوید باید با جماعت فرق داشته باشید، همرنگ جماعت نشو. اتفاقاً قالب تعلیمات عیسی مسیح به پیروانش با آنچه که در اجتماع و رسومات مملکتی است متفاوته و این کمکی است برای حقجویانی که در میان راه‌های مختلف اسیر هستند و حیرانند که چه راهی در این دنیا برگزینند تا آنان را به منزلگاه ابدیت رسانیده و طریق حق را به جا بیاورند و عمر خود را مطابق راه خداوند به پایان رسانند. زیرا هیچ کسی دیگری تعلیماتی را که عیسی مسیح آورده است نیاورده و تعلیمات هیچ کسی دیگری را نمیتوانیم حتی با تعلیمات عیسی مسیح مقایسه کنیم. راه او و طریق او با دیگران کاملا متفاوت است. از آیه 25 عیسی مسیح یکی از این تعلیماتی که با دنیا مغایرت دارد برای رسولان خود تشریح میکنه، بیان میکنه و آنان را تشویق به پیروی کردن از آن میکند. امر خداوند است. گوش کنید به آیات شریف که چه میگوید. عیسی مسیح شاگردان را پیش طلبیده گفت: آگاه هستید که حکام امتها بر ایشان سروری میکنند و رؤسا به ایشان مسلطند. لیکن در میان شما چنین نخواهد بود، بلکه هر که در میان شما میخواهد بزرگ گردد خادم شما باشد. هر که در میان شما میخواهد بزرگ گردد خادم شما باشد و هر که میخواهد در میان شما مقدم بود غلام شما باشد. هر که میخواهد در میان شما مقدم بود غلام شما بود. زیرا چنان که پسر انسان نیامده است تا مخدوم شود، بلکه تا خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد. در این آیات عیسی مسیح توجه همه را به خود جلب کرد و میگوید در این دنیا حکمرانان بر مردم آقایی میکنند. مردم در پی مقام و اسم و شهرت هستند. رؤسا به زیر دستان خود دستور میدهند، ولی شما اینطور نباشید. شما اینطور نباشید. شما مانند حکمرانان و رؤسای این جهان نباشید. در عوض اگر کسی از شما میخواهد در بین شما از همه بزرگتر باشد، باید خدمتگزار همه باشه، باید غلام همه باشه. بعد سپس نمونه به آنها میداد، میگوید چون من که مسیح هستم، من که استاد شما هستم، من که منجی شما هستم، من که کلمه حق هستم، نیامدم تا مردم به من خدمت کنند، بلکه برعکس من آمدم تا به مردم خدمت کنم و حتی جانم را در راه آزادی بسیاری فدا سازم. به عبارت دیگر شما از من نمونه بگیرید. راه من راه فروتنی است. دوستان عزیز، عیسی مسیح فروتنی را از مهمترین صفات عالیه هر مسیحی دانسته و در حقیقت تعلیم میده که هرگاه کوچکترین غروری در ما باشد جایی در بهشت نخواهیم داشت، زیرا در بهشت هیچ غروری وجود ندارد. تعلیم عیسی مسیح در اینجا برای بزرگ بودن و صاحب شخصیت بودن است. البته تعلیمی است بسیار تازه. مردم دنیا تمام کوشش خود را به کار میبرند تا صاحب مقام شده و حکمرانی کنند و یا خودشون رو نشان بدن. ذات انسان طوریه که همیشه میخواهد بر دیگران برتری داشته و به دیگران نشان بدهد که او شخصیت مهمی است. ما که در خارج از کشور هستیم این رو به خوبی میبینیم. چرا؟ چون وقتی با هموطنان عزیزمون صحبت میکنیم که مثلا برادر در وطن چه کاره بودی حالا که اینجا آواره‌ای، بلافاصله شروع به صحبت کردن میکنی که بله مرا اینطور نبین که زمانی صاحب مقام بودم و شغلی داشتم و خانه بزرگی داشتم، کارخانه داشتم و 100 تا نوکر داشتم و 10 تا نانخور داشتم و غیره. خلاصه 1001 چیز درباره مقام داشتن و غیره صحبت میکنه. ولی وقتی به حرفاشون گوش میکنیم میبینیم که بسیاری از حرفاشون ضد نقیضه.
اینا حرف رو میزنن تا خودشون رو بزرگ نشون میدن و بگوین که ما شخصیت مهمی هستیم. ولی عیسی مسیح به ما چیزی دیگری تعلیم میده. میگوید شما اگر میخواهید بزرگ باشید بایستی از همه کوچکتر شوید. باید فروتن باشید به طوری که خودتون رو هیچ بدانید. دقت کنید، اگر میخواهید بزرگ باشید، اگر میخواهید در حضور خدا عزیز باشید، ارج داشته باشید، خودتون رو هیچ بدانید. مسیح میگوید بزرگی در فروتنی است، در کوچک شدن است و نه در مقام داشتن و فرمان روایی کردن. میگوید اگر میخواهید مقامتان از همه بالاتر باشد باید غلام همه باشید. و سپس میگوید از من نمونه بگیرید. از من نمونه بگیرید. من نیامدم تا مردم مرا خدمت کنند، بلکه من آمدم تا به مردم خدمت کنم. من نیامدم تا بر مردم اربابی کنم، بلکه آمدم تا حتی جانم را فدای مردم کنم. دوستان عزیز، آنچه که عیسی مسیح به شاگردانش امر میکنه که انجام بدهند و فروتن باشند و خدمتگزار همه باشند فقط یک دستور نبود، بلکه خودش عملاً اول آن را انجام داد. اول خودش فروتن شد و بعد به پیروانش تعلیم داد. هر قانون و هر امری که عیسی مسیح داده دوستان، خودش اول آن را عملاً آشکار کرد، عملاً انجام داده، عملاً به اثبات رسانیده. و در این آیات نه فقط میگوید که فروتن باشید، بلکه میگوید نمونه بگیرید، از من نمونه بگیرید، از من پیروی کنید، مثل من باشید. مسیح میگوید من نیامدم تا مردم از من پذیرایی کنند، بلکه آمدم تا نه فقط با آنان خدمت کنم، بلکه جان خود را فدای آنان کنم. و دوستان، عیسی مسیح همین را از ما میخواهد. حضرت پولس میگوید زیرا فیض خداوند ما عیسی مسیح را میدانید که هرچند دولتمند بود در راه ما فقیر شد تا از فخر او ما دولتمند شویم. هرچند فیض خداوند ما عیسی مسیح را میدانید که هرچند او دولتمند بود در راه ما فقیر شد تا از فقر او ما دولتمند شویم. مسیح مقام و جلال و شکوه و عظمت آسمانی را ترک کرد. چرا؟ تا ما را خدمت کند، تا ما را نجات بدهد. و حالا به ما میگوید شما اگر میخواهید پیرو من باشید، شما که پیرو من هستید، باید راه فروتنی را طی کنید. افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. فروتنی از صفات اصلی و حقیقی هر مسیحی است و اگر ما فروتن نباشیم مطمئن باشید که خدا هرگز ما را برای مقاصد آسمانیش به کار نخواهد برد. و به خاطر بسپاری که خدا فروتنان را سرافراز می‌گرداند و مغروران را به زیر می‌افکند. خدا فروتنان را سرافراز می‌گرداند و مغروران را به زیر می‌افکند. و اینکه فیض خدا شامل حال کسانی است که فروتن هستند. و دوستان عزیز، دعای من و شما باید این باشه که خدایا هر روز ما را از غرور، از خودخواهی برهان و روح فروتنی را به ما عنایت فرما. پس از اینکه این تعلیم را عیسی مسیح به شاگردانش داد، انجیل مقدس سخن از معجزه دیگر عیسی مسیح میکنه که از آیه 29 الی آخر فصل 20 آمده است که توجه شما را به این آیات جلب میکنم. میفرماید و هنگامی که عیسی با شاگردانش از اریحا بیرون میرفتند، گروه بسیاری از عقب او می آمدند که ناگاه دو مرد کور کنار راه نشسته و چون شنیدند که عیسی در گذر است فریاد کنند گفتند خداوندا پسر داوودا بر ما ترحم کن. و هرچند خلق ایشان را نهیب می دادند که خاموش شوند، بیشتر فریاد کنان می گفتند که خداوندا پسر داوودا بر ما ترحم فرما. پس عیسی ایستاده به آواز بلند گفت چه می خواهید برای شما کنم؟ به وی گفتند خداوندا اینکه چشمان ما بازگردد. پس عیسی ترحم نموده چشمان ایشان را لمس نمود که در ساعت بینا گشته و از عقب او روانه شدند. در این آیات می‌بینیم که وقتی عیسی با شاگردانش از شهر اریحا یا جریکو امروزی خارج می‌شدند، جمعیت بزرگی به دنبال آنها راه می‌افتند. در همین موقع دو کور که کنار جاده نشسته بودند و گدایی می‌کردند
وقتی شنیدن که عیسی از آنجا میگذرد صداشون رو بلند کردن و داد زدن که ای سرور ما، ای استاد، ای عیسی پسر داوودا، بر ما ترحم کن. مردم سعی کردند که آن دو گدای کور را ساکت کنند، اما موفق نمی‌شدند. تا اینکه سرانجام عیسی از آنان پرسید که چه می‌خواهید براتون بکنم؟ آنها جواب دادند که یا سیدی، ما می‌خواهیم بینا شویم. و عیسی از روی محبت خیش دست شفا بخش خود را بر چشمان نابینای آنان می‌گذاره و به آنها شفای کامل عطا می‌کنه. حالا دو نکته در این معجزه هست که نبایستی چشم بسته از آن بگذاریم. اول اینکه ایمان آن دو نابینا سبب میشه که شفای خود را بیابن، بینایی خودشونو به دست بیاورن و بدون شک آنان شنیده بودند که عیسی شفا دهنده است. کتاب میگوید وقتی شنیدن که عیسی وارد آنجا میشود شروع به فریاد زدن کردند. چرا؟ چون آنان ایمان داشتند که عیسی قادر به آنها بینایی عطا کند، ولی اینقدر فریاد نمیزدند. نکته دوم این که در آیه 32 آمده است که عیسی از آنان میپرسه که چه میخواهی براتون انجام بدهم؟ حالا سوال میشه مگر عیسی نمیدانست که این دو نابینا چه میخواهند؟ جواب اینه که البته که میدانست آنها چه میخواهند. چرا؟ چون نیاز آنها آشکار بود. کور چه میخواه از خدا؟ دو چشم بینا. ولی عیسی از آنها سوال میکنه، میپرسه. و البته دقت کنید دلیل داره. دلیل آن اینه که میخواهد به من و شما بگوید که وقتی که ما به حضور او میاییم باید نیاز خود را به او بگوییم و از او تمنا کنیم. او همینطوری کاری رو انجام نمیده. باید طلب کنیم تا بیابیم. دقت کنید خداوند نعمات بسیاری را به بشر داده، ولی اگر طلب نکنیم آن رو دریافت نمی کنیم. حالا من و شما دوستان طالب نجات هستیم. اگر واقعا نیازمند نجات هستید، نیازمند بخشش هستیم، باید بگوییم که خدایا من گناهکارم، خدایا من طالب نجات هستم، از تو تمنا میکنم به من نجات بده. در غیر این صورت اگر نگوییم، اگر درخواست نکنیم، نباید انتظار شفا و نجات داشته باشیم. همونطوری اتوماتیک خدا ما رو نجات نمیده. ساده تر بگم، آیا هیچ میدانید که خداوند به زور شما را وادار به انجام کاری و یا پذیرفتن عقیده‌ای نمی‌کنه؟ بله دوستان عزیز، خداوند هیچ وقت من و شما را به زور وادار به انجام کار، حتی کار نیک و یا پذیرفتن عقیده‌ای نمی‌کند. به همین نحو برای دریافت فیض خدا، برای رهایی از گناه، برای نجات الهی هم باید از خداوند طلب کنیم. خدا اون رو عطا کرده، آماده کرده، ولی دریافت آن از ماست، از شماست. حالا این دو کور تقاضای خود را، حاجت خود را به مسیح گفتند و چون ایمان داشتند، دقت کنید، چون ایمان داشتند که او نجات دهنده است و عطا دهنده بینایی است، به سوی مسیح آمدند، فریاد زدند که مسیح پسر داوود پادشاه بر ما ترحم کن، و مسیح نیاز و حاجات آنان را برآورده می کند. و دوستان عزیز بایستی اعتراف کنیم و بگیم که این همون راهی است که من و شما باید طی کنیم اگر طالب اوییم. بعد از این واقعه عیسی مسیح به سوی اورشلیم روانه میشه. این آخرین باری است که قبل از صلیب و مرگش به این نحو وارد اورشلیم میشه. تقریباً پس از گذشت 3 سال از عمرش مردم یهود همه شاهد قدرت و معجزات او شده بودند و چون روح ملی گرایی در آنها شدید بود، وقتی عیسی مسیح را دیدند که این بار به سوی اورشلیم میآید و کارهای او را قبلا دیده بودند، خواستند او را پادشاه کنند، خواستند او را فرمان روای خود سازند تا او با قدرت خداییش بر علیه رومیان قیام کرده و رهبری مردم را به عهده بگیره. ولی او نمیپذیرد. او برای یک مقصود خاص دیگری وارد اورشلیم می شود. او به عنوان بره خدا وارد شهر اورشلیم میشه. گوش کنید به آیات فصل 21 از انجیل متی از آیه 1 میفرماید: و چون نزدیک به اورشلیم رسیده، وارد بیت فاجی نزدیک کوه زیتون شدند. آنگاه عیسی 2 نفر از شاگردان خود را فرستاده به دیشان گفت: در این قریه‌ای که پیش روی شماست بروید و در حال الاغی با کره‌اش بسته خواهید یافت. آنها را باز کرده نزد من آورید. و هرگاه کسی به شما سخنی گوید، بگویید خداوند بدینها احتیاج دارد که فی الفور آنها را خواهد فرستاد. و این همه واقع شد تا سخنی که به زبان نبی گفته شده بود تمام شود که دختر سیحون را گویید اینک پادشاه تو نزد تو می آید با فروتنی و سواره بر حمار و بر کره الاغ.
پس شاگردانش رفته آنچه عیسی بدیشان امر فرموده بود به عمل آوردند و الاغ را باز کرده رخت خود را بر آنها انداختند و مسیح بر آنها سوار شد و گروهی بسیار رختهای خود را در راه گسترانیدند و جمعی از درختان شاخه ها بریده و در راه می گسترانیدند و جمعی از پیش و پس او رفته فریاد کنان می گفتند هوشیانا پسر داوودا، مبارک باد کسی که به اسم خداوند می آید، هوشیانا پسر داوودا، هوشیانا در اعلی علین. و چون عیسی وارد اورشلیم شد تمام شهر به آشوب آمده می گفتند این کیست؟ آن گروه گفتند این است عیسی نبی از ناصره جلیل. در این آیات می بینیم که عیسی مسیح ابتدا 2 شاگرد خود را میفرستد تا کره الاغی که قبلا با صاحبان آن صحبت کرده بود برایش بیاورند. او همیشه پیاده به اورشلیم میرفت، ولی اکنون زمان آن رسیده بود که پیشگویی که توسط زکریای نبی 400 سال قبل از ظهور مسیح اعلام کرده بود که پادشاه صلح و سلامتی و پادشاه نجات سوار بر کره الاغی وارد شهر اورشلیم میشه عملی گردد. زیرا مسیح میرفت تا نجات دهنده جهان شود. او میرفت تا نجات بشر را مهیا کند. او به اورشلیم میرفت تا مصلوب شود، قربانی شود و کفاره گناهان من و شما را بپردازد. مزد گناه موت است و او میرفت تا مزد گناهان ما را بپردازد. زیرا ما که گناهکاریم، ما که در درگاه خدا محکوم به مرگ شده ایم، قادر نیستیم که بهای جرم گناهان خود را بپردازیم، قادر نیستیم کفاره خطایای خود را بپردازیم. اما او که هیچ گناهی نکرد، او که پاک و بی‌عیب بود، او که آزاد بود، حاضر شد خونبهای من و شما را بپردازد و این به بهای جانش تمام شد. سوار شدن عیسی مسیح بر کره الاغ دارای معنی خاصی بود. در قدیم اگر پادشاه سوار بر اسب بود نشان این بود که او پادشاه مبارزی است و قصد جنگ کردن را دارد، ولی اگر سوار بر الاغ بود علامت این بود که پیام آور صلح و آرامش و نه جنگ می باشد. و مسیح می توانست خیلی راحت سوار بر اسب وارد اورشلیم شود، اما او سوار بر کره الاغ میشه و به همه اعلام می کند که او برای صلح و سلامتی آمده و نه برای جنگ و نبرد. مردم او را با اشتیاق زیاد استقبال میکنند. همه امیدوار بودند که عیسی مسیح حالا مقام پادشاهی را بپذیره، چون که اورشلیم پایتخت بود. او قدرت خدایی داشت و مردم همه با او هم صدا بودند و همراه بودند. پس موقع آن رسیده بود که بر علیه روم قیام کنند. برای همین بود که مردم فریاد زنان میگفتند متبارک باد، متبارک باد کسی که به اسم خداوند میآید و یا خوش آمدی ای پسر داوود پادشاه. خدای بزرگ او را متبارک سازد. فریاد مردم شهر اورشلیم را منقلب ساخت. همه مردم از خانه هایشان بیرون آمده فریاد کنان با نام خداوند ورود عیسی را به عنوان پادشاه او جشن گرفتند. اما رؤسای دینی یهود که شدیداً با مسیح مخالفت می‌کردند، وقتی دیدند که مردم دارن عیسی را پادشاه می‌کنند بسیار غضبناک شده، زیرا می‌دانستند که اگر مردم مسیح را پادشاه کنند نان و مقام آنها هم از بین میره. پس شروع کردند که جلوی مسیح را بگیرن. از آن طرف هم عیسی وارد خانه خدا یا معبد مقدس میشه. در صحن خانه خدا بساط زرگران و صرافان را می‌بینی که مشغول چپاول مردم هستند. پس میزهای صرافان و بساط کبوت فروشان را به هم میزنه و همه را از صحن خانه خدا بیرون میکنه و به آنان میگوید این خانه خانه دعا و عبادت است و نه پاتوق دزدها. رؤسای مذهبی وقتی عیسی را دیدند که در مهمترین مرکز مذهبی آنان بر علیه آنان قیام کرده دیگه تاب تحمل نداشتن، خشمگین میشن و رو به عیسی میکنن و میگوین که این مردم دارن کفر میگوین، تو که انسان هستی اینا رو آرام کن، مگر نمیشنوی چی دارن میگوین؟ مردم داشتن میگفتن خوش آمدی ای پسر داوود پادشاه، متبارک باد کسی که به اسم خدای بزرگ میآید. عیسی به آنها میگوید که البته که میشنوم، البته که میشنوم آنها چه میگوین. مگر شما در کتاب آسمانی نخوانده اید که حتی کودکان نیز او را حمد و ثنا خواهند گفت؟ به عبارت دیگر
آیا شما متوجه نشدید که در تورات مقدس آمده است که مردم این چنین از من استقبال خواهند کرد و حتی کودکان هم نام خدا را حمد خواهند گفت؟ مسیح آنان را به خاطر سنگدلیشون رها میکنه و پس از پاک کردن معبد مقدس از شهر اورشلیم خارج میشه و به بیت عنیا که در خارج از دروازه شهر اورشلیم بود میرود و او مقام دنیوی، پادشاهی این دنیا را رد میکند و البته باعث دلخوری هزاران نفر میشه، زیرا مردم امیدوار بودند که مسیح اکنون با محبوبیت خاصی که داره بر علیه دولت روم قیام کند. ولی مسیح تعلیم داد که او برای سلطنت در این عالم نیامده، بلکه هدف او سلطنت جاوید در قلب‌های انسان است و نه در این عالم خاکی. او برای تصاحب قدرت دنیا نیامده بود، او برای تسخیر قلب‌ها آمده بود، آن هم به وسیله اسلحه محبت و فداکاری و جانبازی. دوستان عزیز، وقتی که زندگی و تعلیمات عیسی مسیح رو می‌خوانیم، می‌بینیم که تعلیمات او، زندگی او در جهان بی‌نظیر بوده و بسیار عجیب می‌نماید. راستی در این زمانه چه کسی ما را دعوت به فروتنی می‌کند؟ همه انسان‌ها طلب مقام هستند، طالبین هستند که اسم و شهرتی داشته باشند. مسیح آن را رد می‌کند. همه آرزو می‌کنند که پادشاه بشن، رئیس مملکت بشن، ولی مسیح آن را رد می‌کنه. نه فقط آن را رد می‌کنه، بلکه به ما نیز تعلیم می‌دهد که آنطور نباشیم. راه مسیح راه فروتنی است. راه بزرگی در مسیحیت راه خدمت است، نه مانند راه دنیا. پس تعلیم مسیح را به خاطر بسپارید دوستان عزیز. اراده خدا را به جا بیاورید و هدفتون این باشه که خدا را خوشنود سازید. اگر خواهی که در حضور خدا رسوا نشوی، اگر میخوای در حضور خدا عزیز باشی و نه شرمنده، هم رنگ جماعت نشو، بلکه راهی که دیگران حاضر نیستن بپیمایند بپیما، یعنی راه فروتنی، راه گذشت، راه خدمت، راه محبت، راه عیسی مسیح، راه فداکاری و جانبازی. من برادر شما کشیر سید رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به خدا یکتا میسپارم و امیدوارم که حقیقت را یافته و زندگی خود را تسلیم کنید. حق نگهدارتان باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.